با یک دل غمگین ز جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. با درود و سلام خدمت همه هموطنان عزیزم در هر کجای این جهان خاکی که هستن. برنامه‌مون رو با شعری از اسماعیل خویی شروع کردیم. استاد اسماعیل خویی و شعر بسیار زیبایی که معنای مهاجرت رو به یک باره در یک شعر بسیار کوتاه بیان میکنه. برنامه‌هایی رو تدارک دیدیم به مدت شاید طولانی در رابطه با مسئله مهاجرت، از ابتدای مهاجرت تا ورود به جامعه‌ای که در اون وارد میشیم، به خصوص اروپا و به خصوص اسکاندیناوی که حداقل تجربه ما در حال حاضر زیاد در این کشورها هست. طبعا خوشحال میشیم اگر دوستانی از کشورهای دیگه برای ما پیغام بذارن یا گفته هاشون رو بنویسن یا کامنت بذارن یا هر جوری که میدونن با ما به ما گفته ها تجربیاتشون رو در اختیار ما بذارن تا ما بتونیم با کمک تجربیات اونها و با کمک تجربیاتی که دوستان دیگه در اختیار ما قرار دادن یه برنامه مفصلی رو در رابطه با مهاجرت خدمتون تقدیم کنیم. مهاجرت یک پدیده یکباره و یک اتفاق یک دفعه‌ای نیست. مهاجرت افکار متفاوتی رو پشت سر خودش داره. انسان ها فکر میکنن چرا باید مهاجرت کنن؟ اگر دلایل مهاجرت حداقل دلایلی که انسان برای خودش میاره از مهاجرت قابل پذیرش باشه، قابل در رویا نباشه، در فانتزی نباشه، به قول خودمونی ها میتونه مثبت باشه در قالب اول بخوایم بگیم. ولی اگر در قالب فانتزی باشه، اگر فکر کنه دنیای خارج از اون جایی که داره زندگی میکنه، حالا هر جایی که هست، یک بهشت موعودیه و فقط این و اون جایی که داره زندگی میکنه جهنمه و همه چیش ایراده، طبعا با مشکلات بسیار بسیار بیشتر و چه بسا بیشتر از کشوری که ازش مهاجرت کرده برخوردار بشه. حتی اونهایی که با توجه به آگاهی، با توجه به دلایل قانع کننده، با توجه به اینکه مهاجرت رو انجام بدن برای اینکه یه زندگی نرمالی داشته باشن، هم مهاجرت میکنن، باز امکان داره به مشکلات بسیاری برخورد کنن در کشوری که بهش مهاجرت میکنن. این هم برای این نسل یا نسل قبلی یا نمیدونم کسانی که 10 سال پیش مهاجرت کردن، 15 سال پیش مهاجرت کردن، تفاوتی نمیکنه. مشکلات متفاوت شده با تغییر زمان، با تغییر مسائل اجتماعی در کشورهای دیگه و همینجور کشوری که ازش مهاجرت میکنیم تغییراتی به وجود آورده، تغییراتی رو به وجود میاد برای انسان که متفاوت میکنه. مثلا کسی که در دهه 80 وارد اروپا شده، خب برای مسیری که وارد اروپا بشه بسیار مسیر سخت و دردناکی بوده. چه بسا خیلی‌ها در این مسیر زندگیشون رو از دست دادن، چه بسا تمام هستی و نیستیشون رو به باد دادن، چه بسا به راه خلاف کشیده شدن تا برسن به اروپا یا نرسن حتی به اروپا، به آمریکا. و خب وقتی میرسیدن مسلما اون قشر که در دهه 80 مهاجرت کردن شاید گرفتن اقامت در کشورهای اروپایی براشون ساده تر بود. کسانی که امروز مهاجرت میکنن شاید رسیدن به کشور اروپایی براشون با اون سختی نباشه، ولی وقتی برسن طبعا گرفتن اقامت براشون سخت‌تر از اونها است. نمیگم ساده است، خیلی‌ها در مسیرهای حتی الان هم زندگی هاشون از دست میدن، اما کسانی که دهه 80 اومدن تفاوت مهاجرت، تفاوت این که پروازی رو نمیتونستن مستقیم از ایران انجام بدن، پرواز وجود نداشت به خصوص در زمان جنگ مستقیم از ایران انجام بدن یا پرواز خیلی محدود بود و اونها از راههایی مثل ترکیه، پاکستان اینا مهاجرت میکردن. به تک تک اینها خواهیم رسید در پروژه‌ای که داریم. من فقط مختصر و مفید توضیح میدم. در اولین برنامه خودمون
من در این قصد هستم که در رابطه یک سوال جوابگو باشیم. میگن که اگر اروپا و آمریکا بده، کسانی که در کشورهای ایران هستن، کشورها بیشتر در تو ایران صحبت میکنیم ولی خب کشورهای دیگه هم میتونن باشن، میگن اگر اروپا و آمریکا بده خب شما برنمیگردید. ببینید همونجور که گفتم مهاجرت یک تصمیم یک باره نیست. مهاجرت یعنی فکر شده دربارش، یعنی برنامه ریزی شده، یعنی اینجوری نیست که یک نفر مثلا صبح بلند شه بگه برم یه دونه بلیط بگیرم، مثلا برم از آژانس دم خونه یا از اینترنت یا از سایت هر چیزی که هست یه بلیط بگیریم بریم مثلا استرالیا، ما مهاجرت کنیم بریم استرالیا، بریم کانادا یا بریم سوئد یا بریم آلمان یا فرانسه یا هر جای دیگه، آمریکا. به این شکل نیست. کسی که میخواد مهاجرت کنه تقریبا خیلی از پل‌های پشت سر خودش رو قبل از مهاجرت خراب میکنه. کارش خیلی بازخرید میکنن و دیگه کارشون از دست میدن یا حداقل مهاجرت میکنن به امید که دیگه برنمیگردن. چون اگر میدونستن که مهاجرت سخته و یه روزی امکان این داره که برگردن که مهاجرت نمیکردن یا حداقل با یک دید دیگه مهاجرت میکردن. اما امکان وجود نداره، چون انسان ها میگم یک تصمیمیه که باید بگیرن و اگر گرفتن باید برن و سختی هاش رو به تن بخرن. خونه محل سکونتشون رو، خیلی ها خونه هاشون رو میفروشن قبل از مهاجرت به دلیل اینکه بتونن پولشون رو زودتر به تبدیل کنن به اون پول، واحد پولی که حالا در اون کشور اعتبار داره، دلار، یورو، کرونه، مارک، هر چی که هست. جدا از این دوستان آشناهایی هستن که طبعا وقتی باشون صحبت میشه میگن خوش به حالت که داری میری، خوش به حالت که راحت شدی، آقا فلانی رفت الان موفق داره و خوشحال میکنه، آقا فلانی رفت داره و خوش زندگی میکنه. و برگشت و پذیرفتن شکست که رفتم و موفق نشدم، حتی اگر قبول نکنه، حتی اگر به دوستان آشنایی نگی که من رفتم و با افتخار حالا اومدم کشور خودم خدمت کنم، باز برای کسانی که در اون کشور هستن معنی این میده که رفته و نمونده، نتونسته بمونه، حتما یه ایرادی داشته، وگرنه همه اینا رفتن موندن دارن زندگی میکنن، این چرا برگشته. و یک موضوع دیگه که باز خوب بدونید که خیلی از کسانی که مهاجرت میکنن اینور میگن آقا اونایی که قبل اومدن به ما نگفتن. چرا گفتن؟ باور کنید گفتند، شما نشنیدید. اونایی که بعد هم مهاجرت میکنن در واقع نشنیدن، چون دلشون نمیخواسته بشنون، وگرنه تیکه به تیکه اتفاقات رو بسیار 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 کسایی که اوایل مهاجرت کردن به بقیه گفتن. و اصلا کلام مهاجرت، جا به جایی رفتن، کلام ساده نیست. یادم احمد شاملو حرف زیبایی میزد، میگفت آدم در سختی کشور خودش بمیره بهتره تا در غربت بمیره. این واقعیت مهاجرت هست. مهاجرت یک پدیده در واقع اگر کسی از شکم سیری، از راحتی میخواد مهاجرت کنه اصلا داره اشتباه میکنه، چون اینجا دنیا خارج از ایران، خارج از سرزمین خود آدم دنیای دیگه ایه. طبعا کسانی که در کودکی مهاجرت میکنه همراه با خانواده شاید اتفاقات بهتری براشون بیفته، اما هر چقدر سن بالاتر میره، هر چقدر از دوره 20 سالگی 25 سالگی سن بالاتر میره و مهاجرت صورت میگیره، مشکلات بیشتر خواهد بود. با خانواده مهاجرت کردن شرایط رو این شاید راحت‌تر کنه، حداقل در ابتدا، به خاطر اینکه بار عظیمی از این مهاجرت به دوش خانواده است، به دوش پدر مادر هست. اما مهاجرتی که در واقع به تنهایی یا مهاجرتی که انسان‌های بزرگتر انجام میدن مشکلات بیشتری براشون خواهد داشت.
ما در این برنامه‌ها به این مسائل رسیدگی خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد از ابتدای مهاجرت، از زمانی که شما وارد تصمیم به مهاجرت میگیرید چه چیزایی رو باید بهش فکر کنید و تا زمانی که مهاجرت رو انجام میدید و وقتی وارد جامعه میشید چه مشکلاتی براتون به وجود میاد، حتی بعد از 40 سال، حتی بعد از 40 سال که شما در یک کشور مثلا اروپایی زندگی میکنید باز هم مهاجرید. این واقعیت دنیای مهاجرته. هیچ موقع شهروند درجه یک اون جامعه نمیشید، حتی اگر از موقعیت مالی خوبی برخوردار باشید، که اکثر مهاجرینی که مهاجرت کردن در دهه‌های 80 و 90 تقریبا الان در یک شرایط مالی مناسبی هستن، نه خیلی خوب چون اروپا خیلی خوب نداره ولی یه شرایط زندگی نرمالی دارن، ولی با همین تفاصیل هنوز مهاجرن، هنوز به عنوان مهاجر خونده میشن. این یک واقعیتیه که شما هیچ وقت اینجا شهروند نمیشید. شاید برای کسانی که در اون سرزمین ها هستن فکر کنن که آقا شهروندی اصلا شهروند بودی نبودی چه فرق، چرا فرق میکنه؟ شهریار قنبری کتابی داره به نام درخت بی زمین. این ریشه درخت رو وقتی کندید گذاشتید هر جای دیگه ای، این درخت اون درخت اولی نخواهد شد. این یک واقعیتیه. من نمیخوام بگم مهاجرت بده، اصلا مهاجرت بد نیست، برعکس مهاجرت میتونه خیلی خوب باشه به شرط‌ها و شروط‌ها. این شرط و شروطش خیلی مهمه. اینی که بدونید چرا دارید مهاجرت میکنید، اینکه بدونید به کجا دارید مهاجرت میکنید و اینکه بدونید کسانی که در اون کشور قبل از شما مهاجرت کردن با دید باز ببینید و بدونید که هدف اونها چی بوده، چقدر شباهت با هدف شما داشته و به چه نتیجه رسیدن و مطمئن باشید شما نه بهتر از اونها و نه بدتر از اونها خواهید شد. در همون استاندارد، در همون حافظه خواهید موند. پس یک چیزی رو براتون بگم، مهاجرت اینی نیست که بگن من تصمیم گرفتم برم پس فردا بلیط میگیرم بلند میشم میرم استرالیا، کانادا، حالا هر جایی و بلند شم برم. اصلا اینجوری نیست. در برنامه بعدی به این موضوع خواهم رسید که میگن مهاجرت اولین قدمش اینه که انسان رو خرد میکنه، نابود میکنه، همه گذشتهش ازش میگیره و اونجوری که دلش بخواد میسازتش. حالا هر چقدر اون انسان مقاومتر باشه، ریشه در اون کشور گذشته خودش داشته باشه، سخت‌تر بشه شکندش، خب این کارم زمان بیشتری میبره، شهروند سختی‌های بیشتری رو میکشه. یک دوستی به من میگم میشه آقا تو اروپا آمریکا اینا، میگم زورکی میشه یا آقا مثلا من گذشته تو رو ازت میگیرم بعد مثلا از امروز دیگه تو به دنیا اومدی دیگه، حالا هرچی هست تو از امروز فکر کن. من سوالی برام پیش اومد و دوست داشتم با شما هم در میون بذارم. دوستانی که شباهت این رو داشتن یا دوستانی داشتن که شباهت این رو داشتن، خوشحال میشم در کامنت ها برام بنویسن و بنویسن که چه اتفاقی براشون افتاد. دوستایی من داشتم اینجا که اوایل که اینترنت موبایل اومده بود و بعد موبایل های مثلا خب اوایل موبایل که اومده بود نوکیا و اریکسون به اصطلاح معروف ترین موبایل ها بود و اونا تاچی نبودن، شماره میگرفتی زنگ میزدی الو کجا فلان اینا. بعد شروع شد به اینکه تبلیغ بشه که حالا موبایل تاچی اومده دیگه با انگشتت مثلا شماره میگیری و اینا و اون دوستای من گفت آقا این به قول ما این قحطی‌گری‌ها کیلو چند، قحطی‌گری‌ها برای چی؟
ما یه موبایل میخوایم که دستمون باشه، زنگ بزنیم بگیم الو مثلا من الان اینجا هستم، یا یه اتفاق برام افتاده، یا دارم این کارو میکنم، یا چون اینجا گیر افتادم، هر چیز دیگه اینکه تا چی باشه و نباشه و نمیدونم اینجوری باشه و اونجوری باشه، دیگه بازی. الان بعد از 7-8 سال همون دوستان آیفون 14 اگه داشته باشن دنبال آیفون 15، آیفون 15 اگه داشته باشن دنبال پرو مکس آیفون 16، منتظرن که کی سپتامبرشه و آیفون 17 بیاد بیرون و همونا شدن موبایل باز. من میگم نه آقا باید من دوربینش اینجوری فلان مثلا. نمیدونم شما چنین سوابقی داشتید، چنین دوستانی داشتید، چنین کسانی رو دیدید؟ خوشحال میشم این تغییر رو بگم و بعد در جلسه بعدی حتما براتون توضیح خواهم داد که چجور میشه که یه انسان رو، چه اونایی که در دهه 80 اومدن، چه اونایی که در دهه 90 اومدن، چه اونایی که در 2000 اومدن، 2010 2020 در این 40-50 سال وارد اروپا شدن، چجور هر کدومشون به نوبه خودشون در جایگاه خودشون خوردشون کردن، بهشون گفتن شما باید فراموش کنید هر چیزی که بودید و اینجوری که ما میگیم باید زندگی کنید، و اونها هم بلجبار بعد از حالا مدت زمانی پذیرفتن و همون راه دارن میرن، بدون اسلحه، بدون زندان، بدون شکنجه، بدون هیچ کدوم از این اتفاقات، اون چیزی رو که اونا خواستن رو انجام میدن. بررسی خواهیم کرد در کنار شما دوستان این مسئله رو حتما در جلسه بعدی. روز و روزگار به کام باد.